ارمنستان یکی از فقیرترین همسایه های ایران، کشوری که دخترانش توی فرودگاه از گردشگران استقبال میکنند و بهشون پیشنهاد رابطه با هزینه خیلی کم میدن که همین هزینه کم اکثر گردشگران مخصوصا ایرانی ها رو وسوسه میکنه. در ادامه این ویدیو با هم سفری به ارمنستان میکنیم و با قوانین و دانستنی های این کشور بیشتر آشنا میشیم. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان کشوری در خشکی و در جنوبی غرب آسیا است. این کشور از شمال با گرجستان، از شرق با جمهوری آذربایجان و قره‌باغ، از جنوب با ایران و از غرب با ترکیه مرز مشترک دارد. پایتخت این کشور شهر ایروان و زبان رسمی آنها ارمنی است. ارمنستان تقریباً 30,000 کیلومتر مربع مساحت و حدود 30 میلیون نفر جمعیت دارد و همچنین باید بدانید که ارمنستان نخستین کشوری بود که در اوایل قرن 4 میلادی مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت. باید بدانید که مردم کشور ارمنستان وضعیت مالی خیلی خوبی ندارند ولی خیلی هم فقیر نیستند. از همین رو بعضی از دختران این کشور خرج زندگیشون رو با فروختن خودشون به دست میارند. مخصوصا در فرودگاه های این کشور تعداد دختران تنفروش خیلی زیاد است. اگر روزی به این کشور سفر کردید و دختری رو دیدید که اومد بهتون پیشنهاد رابطه تو خونه خودش و با هزینه $1 داد، اصلا تعجب نکنید. البته اینم بگم که همچین کارایی داخل کشور ارمنستان آزاد و قانونی نیست. لطفاً همین وسط یه لایکی به این ویدیو بزنید تا هم خستگیم در بره و هم یه انرژی بهم بدید. و اگه به دانستنی کشورها و عجایب کشورها علاقه دارین لطفاً چنل ما رو ساب کرده و اون زنگوله بغلش هم بی زحمت فعال کنید. دم تک تکتون گرم. بریم سراغ ادامه. شاید برای شما تعجب آور باشه اما آواز خواندن در مکانهای عمومی و خیابانهای ارمنستان ممنوع است. این کار نوعی آلودگی صوتی محسوب شده و احتمال اذیت شدن سایر افراد وجود داره. در نتیجه دولت این کار را ممنوع اعلام کرده است و در صورت انجام آن مجازات خاصی در انتظار شما خواهد بود. علاقه‌مندان به رقص و آواز می توانند به مکانهای مخصوص رفته و در این مکانها آزادانه به تفریح و شادی خود بپردازند. یکی از قوانین جالبی که در سفر به ارمنستان باید به آن توجه شود ممنوعیت حمل مسکنها و داروهای کدئین دار است، چرا که به همراه داشتن این داروها در این کشور ممنوع بوده و حمل کردن آنها حکم مواد مخدر را دارد. با اینکه مشروبات الکلی در کشور ارمنستان آزاد است اما شما اجازه نوشیدن آن را در هر مکان و زمانی ندارید. پس توجه داشته باشید که مکانهای مخصوص بار برای خوردن این دسته از نوشیدنی ها اختصاص داده شده و در غیر این صورت باید در نوشیدن آنها احتیاط کنید. و در آخر باید بدانید که کشور ارمنستان جزء کشورهای متمدن اروپایی بوده و به حقوق بانوان ارزش بسیار زیادی قائل است. پس فراموش نکنید که هر گونه توهین یا بی احترامی به زنان این کشور مجازات خاصی را دارد. خب رفقا خیلی ممنون خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. لطفا فراموش نکنید که نظرتون راجع به این کشور توی کامنت ها بگید. اگه رفتید تا حالا تجربتون رو برامون بگید. به نظرتون ارزش سفر کردن داره یا نه؟ و لایک کردن این ویدیو و حتما سابسکرایب کردن چنل فراموش نشه. دم همتون گرم تا ویدیوهای بعدی. فعلا.